سلام، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. به چنل مسک با یونی خوش اومدید. توی این ویدیو قراره با هم یه نمونه سوال مربوط به پیوستگی و مشتق پذیری توابع رو با هم حل کنیم و بررسی کنیم که این تابعی که توی سوال به ما داده توی نقطه صفر مشتق پذیر هست یا نه. پس اگه از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً این ویدیو رو لایک کنین و توی کامنت ها بهم بگین که دفعه بعدی راجع به چه مبحثی سوال حل کنم. خب سوال گفته که پیوستگی و مشتق پذیری این تابع رو توی نقطه صفر بررسی کنیم. خب تابعمون چیه؟ f(x) در نقطه صفر که برابر با صفر و در نقاط غیر صفر برابر با 1/سینوس x منهای 1/e⁻x منهای 1. خب باید اول پیوستگی رو بررسی کنیم و ببینیم که حالا اگه پیوسته هست مشتق پذیرم هست یا نه. پس اولین کاری که میکنیم بررسی شرط پیوسته. به طور کلی تابع f در نقطه x برابر با a پیوسته است هر موقع حد f(x) زمانی که x میل میکنه به a برابر باشه با f a. پس اول باید برابری این دوتا مقدار رو با هم بررسی کنیم. اینجا x مون برابر با صفر، پس باید اول f صفر رو محاسبه کنیم که خب از تعریفی که به ما داده متوجه میشیم که صفر. حالا میایم حد f(x) وقتی که x میل میکنه به صفر رو محاسبه میکنیم، یعنی لیمیت x میل میکنه به صفر 1/سینوس x منهای 1/e⁻x منهای 2. خب بیایم اینا رو با هم جمع کنیم، یعنی این میشه لیمیت x میل میکنه به صفر مخرج که میشه سینوس x در e⁻x منهای 1. صورت هم میشه e⁻x منهای 1 منهای سینوس. جای اینا صفر بذاریم سینوس صفر که میشه صفر، e⁻x هم که میشه 1 منهای 1 هم میشه صفر، پس مخرج میشه صفر. e⁻x میشه 1 منهای 1 میشه صفر منهای سینوس صفر هم که صفره، پس صورت هم میشه صفر. و ما الان به کسر صفر صفرم برخوردیم و میتونیم با استفاده از قاعده هوپیتال حدمون رو رفع ابهام کنیم. برای یادآوری روش هوپیتال برای کسرای صفر صفرم و بی‌نهایت روی بی‌نهایت. در واقع ما مثل اینجا یک حد کسری داشته باشیم که هم صورت صفر هم مخرج و هیچ ساده سازی هم نمیشه کرد. برای این استفاده میشه و منظورش اینه که لیمیت x میل کنه به سمت a f(x) روی gx برابر با حد مشتق f به روی مشتق g وقتی که x میل کنه به. حالا میایم از صورت و مخرج ستاره مشتق بگیریم. در واقع این رو بذارید i میشه لیمیت x به سمت صفر میل میکنه
اول مشتق سینوس x در b به توان x منهای 1 رو حساب میکنیم. ما میدونیم که مشتق u در v میشه مشتق اولی در دومی به علاوه مشتق دومی در اولی. خب ما اینجا سینوس x رو u در نظر میگیریم، b به توان x منهای 1 رو هم v. خب پس مشتق این عبارت میشه مشتق سینوس x در e به توان x منهای 1 به علاوه مشتق e به توان x منهای 1 در سینوس x. مشتق این میشه کوسینوس x در e به توان x منهای 1 در e به توان x در سینوس. حالا صورتمون چی بود؟ e به توان x منهای 1 منهای سینوس. از این بخوایم مشتق بگیریم، چون که جمع و تفریقه دونه دونه میشه، مشتقشون میشه، یعنی در واقع مشتق u به علاوه v میشه مشتق u به علاوه مشتق v. از تک تک مشتق بگیریم. مشتق e به توان x که میشه خودش، مشتق منفی 1 که میشه 0 و مشتق منفی سینوس x هم میشه منفی کوسینوس. برمیگردیم به محاسبه آیا. خب دوباره اگه جای x 0 بذاریم دوباره میشه 0 روی 0. ای به توان x ای به توان 0 میشه 1، کوسینوس 0 هم میشه 1، پس صورت میشه 0. 1 منهای 1 0. مخرج هم به همین صورت. ای به توان x میشه 1، 1 منهای 1 0، 0 به علاوه 1 در سینوس 0 هم میشه 0. پس بازم باید هوپیتال بزنیم. یعنی در واقع ما باید از این که صورتمونه و از این که مخرج کسرمونه مشتق. مشتق کوسینوس x در e به توان x منهای 1 به علاوه e به توان x در سینوس x برابر با. خب اینجا یه دونه جمع داریم، پس میشه مشتقامون رو جدا کنیم. میشه مشتق کوسینوس x در e به توان x منهای 1 به علاوه مشتق e به توان x در سینوس. که مشتق اولیه مثل اینجا میشه. مشتق اولی در دومی به علاوه مشتق اولی در دومی به علاوه مشتق دومی در اولی. مشتق کوسینوس x میشه منفی سینوس x در e به توان x منهای 1 که همون دومیه به علاوه مشتق دومی میشه e به توان x. e به توان x در کوسینوس. و حالا عبارت دوم. مشتق e به توان x در سینوس x دوباره میشه مثل همینجا. یه مشتق ضربیه. پس میشه مشتق اولی که مشتق e به توان x میشه خودش در دومی سینوس x به علاوه مشتق دومی میشه کوسینوس x در اولی همون e به توان x. خب حالا ساده میکنیم. ما اینجا یه دونه مثبت e به توان x در سینوس x داریم، اینجا هم یه منفی سینوس x در e به توان x داریم. پس اینا با هم ساده میشن. یه مثبت سینوس x داریم، منفی سینوس x در منفی 1 میشه مثبت به علاوه 2 تا e به توان x کوسینوس x.
این شد مخرج. حالا اینجا داشتیم صورتمون ای به توان x منهای کوسینوس x. خب اینجا مشتقمون جمعه، پس میشه مشتق تک تکش. مشتق ای به توان x منهای مشتق کوسینوس x. خب ای به توان x که خودشه مشتقش، منهای مشتق کوسینوس x منفی سینوس x. پس صورتمون هم میشه ای به توان x به علاوه سینوس. حالا صورت مخرجمون رو به مشتق گرفتیم ازش جایگذاری کنیم. صورت شد ای به توان x به علاوه سینوس x و مخرج شد سینوس x به علاوه 2 در ای به توان x کوسینوس x. خب حالا بیایم حدش رو حساب کنیم. اگه x به 0 میل کنه سینوس 0 میشه 0. 2 در ای به توان x که 2 در ای به توان 0 در کوسینوس 0 که میشه 2. پس مخرج شد 2. خب حالا صورت میشه ای به توان 0 که میشه 1 به علاوه سینوس 0 هم میشه 0. پس شد 1/2. اما شرط پیوستگیمون این بود که این حدی که ما میگیریم با مقدار تابع توی اون نقطه برابر بشه. حد ما شد آی شد 1/2 و f0 شد 0. در نتیجه حد fx وقتی x میل میکنه به 0 مخالف f0. در نتیجه تابع f در نقطه x برابر با 3 پیوسته نیست. خب حالا به ما گفته که بررسی کنیم که توی نقطه x0 مشتق پذیرم هست یا نه. اما شرط لازم برای مشتق پذیر بودن یک تابع توی یک نقطه پیوستگیه. شرط لازم یعنی چی؟ یعنی ما برای اینکه بگیم تابع f توی نقطه x برابر با 0 مشتق پذیر هست، باید اول بدونیم که f توی نقطه 0 پیوسته هم هست. اما ما میدونیم که تابع f توی نقطه 0 پیوسته نیست. در نتیجه f در نقطه x0 مشتق پذیر نیست. پس اینجا به دست آوردیم که تابع f توی نقطه x0 نه پیوسته است و نه مشتق پذیر. ممنونم که تا اینجای ویدیو رو نگاه کردین. اگه از این ویدیو خوشتون اومد ممنون میشم که لایکش کنین و نظراتتون رو توی کامنت ها بهم بگین.
اگه هر گونه سوالی یا ابهامی راجع به این ویدیو یا نه کلا در ریاضیات کارشناسی دارین حتما تو کامنت ازم بپرسید. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.